سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان عزیز. با حکایت جالب و شنیدنی موش گربه عبید زاکانی در خدمت شما هستیم. خب برویم سراغ این داستان. در ابتدا شاعر میگوید اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا بشنو حدیث گربه و موش. بیا تا یک داستان برایت روایت کنم که دیگر نیازی به کلکولیسیون هم نداشته باش. دوستان عزیز و خردمند فیلسوف خدا، قصه موش گربه ای را برایتان نقل می کنم که اون موقع که انسان خردمند ما عبید زاکانی داستان تامجری نقل می کرد در قرن هفتم یا اوایل هشتم هجری، کسایی که الان کارتون تامجری ساختن اون موقع داشتن همدیگر را به صورت شیتلیک کباب میکردند و میخوردند. خب بگذاریم برویم سراغ قصه موش گربه ایرانی از عبید زاکانی و روش چنل روایتگوی تله حکایت. از قضای روزگار گربه‌ای در سن 16 سالگی از مادر آف دراگون در شهر کرمان دیده به جهان گشید. دیگه حساب کن خودت ببین چه گرازی بوده. شکمش مثل تابل بندری بود و سینه‌اش همچون نیهمبون و همیشه عینک ریبان بزرگ. دمش هم مثل دم خر، چنگالاش هم مثل پلنگ جگوار. از میاو میاوش به وقت گوزیدن شیر سلطان جنگل میشد بریدن. هر وقت موقع شام میومد کنه شیر جنگل میگفت بازی من مرتی که نیم کرد، حالا ما باید پیشنه بمونیم. یه روزی که نشه بود و پولم نداشت و از دست روزگار خجالت میکشید، رفت به میخونه تا شاید یک پیک شربت آدبلو بزند و همه غم مشکلاتش را فراموش کند. از قضا دید قبل از او موشک ننمرده ای که گرونی بهش فشار آورده و زیر فشار زندگی و تورمش کمرشکن از دیوار راست اومده پایین، در لیوان شربت آلبالو بنشد و او نیز غمش را از یاد ببرد. وقتی که یه 30-40 تا پیک به سلامتی دم همگی رفت بالا و دستشویی شدیدی مثل یک شیر WC گرفته بود، گلوی خود را جر داده و گفت همون پیشی میاو میاو کجاست تا سرش بیخ تا بیخ در سنگ دشتی فره کنم و پوستش بکنم تا به جای میاو میاو او او کنند. گربه پیش من پشم من نیست. گربه است اگه کی باشد که چشم ما نگاه کند. گربه که در همان دورور مثل موشکی قایم شده بود و همه حرفهای موشک شربت آلبالو را شنیده بود، دستگاه مینیپرز خود را در آورده و مشغول تیزسازی ابزار چنگالهای موشخوری خود شد و پس از یک کسوقوس گربه‌ای با یک حرکت خدای بروسلی در کسری از ثانیه پرشی در حد المپیک نموده و موش را به دندان چیز روزگار سپرد. موش خود بر سر زبان باز نموده و گفت ز محتویات روده بزرگت خوردم مامو جان مامانت من ول کن. 5 سال عائله دارم. گشنه اگر من بگری باید خرج اونا رو بدی. از خونم بگذر پیش جان مادرکت. به خودم فقط یک ذره شربت آلبالو خوردم و یک سری محتویات روده بزرگ شما رو که همه شربت آلبالو خورا میخورن. گربه گفت شیر کمتر بگوی و گزیده کوی چون موش من فعلا گوشتم. هرچی پشت سرم زرزر نبودی را شنیدم. مرتی که بوق هرچی هم گفتی خودت توی جد آباد است. خلاصه گربه یه لقمه چپش نمود. گربه برایت بی تربیت بعد از آن که شکمش دیر شد از وجدان گرفت جان امش. رفت به سمت مسجد تا توبه کند. دست پنجه را شسته مشت کشید. همچین دعا و لابی و زاری می نمود که انگار مادرکتش موشا خوردن. می گفت خدایا غلط کردم، توبه کردم، موش سر دلم مونده، این پهن و کثافت چی بود خوردم؟ ای خدا من دیگه از این غذاهای رستورانی مصرف نمی نمایم. جان تو به خاطر مصرف نمودن شیشلیک موش 600 کیلو شیر گربه خیرات می کنم.
کس قصه ما آنقدر عرض داری نمود که مردم جا خرگربه اشتباهش گرفتن. موش ها هم که پشماشون ریخته بود از او کردناش، از اونجایی که موش ها دیوار دارن گوش ها هم موش دارن، موشی مخبر در اونجا حضور داشت و همه چیز فهمید و رفت تا خبر را به بقیه موش ها برساند. گفت آهای آهای خبردار، گربه شده پشیمون از خوردن نریمون تو سراخ نمیره، دستوی دمش میبست. مجدگونی بدین که گربه توبه کرده، عابد و زاهد و مسلمان شده. اصلا دیگر مومن که میگن موگون واقعی کیست؟ همه میگن گربه نیمکت. از شنیدن این خبر که همه موشا خرکیف شده بودن و 7 موش از بهترین موشان که هر کدام کدخدا و دهقان و بچه پولدار بودند برای دستبوسی خدمت گربه عابد زاهد راهی شدند. هر کدام از موش‌های خر قصه ما تحفه های مختلفی برای گربه لات تدارک دیده بودند. یکی شیشه های البولو، دیگری گراز بریان، یکی تشتی پر از کشمش. مردی که الا کدام گربه خری کشمش میخوره که این دو میپاشه؟ حقیقتا که تو هم میدهش هضم میکنه. مردی که نفهم. یا اسکل دیگه هم چند طبقه خورما، یکی دیگه هم کلا جای موش گربه رو عوض کرده بود و قالبی از پنیر آورده بود. خلاصه از ظرف پنیر و ماست کرم و گراز تا ساشمه پلو، خوری سبزی و لیمو و نزد گربه پافیوز آوردند و با عرض سلام و ادب و احترام فراوان خدمت گربه جون که همه موش ها بشند به فدایت، همه خدمتگزار بریزند به پایت، اومدند به خدمت گربه. گربه به محض این که موش ها را دید بگفت خداوند به شما موشگان روزی فراوان دهد. منم امروز خیلی گرسنگی کشیدم، چند روزیست نون خوش سق میزنم، همش روزه بودم. استغفرالله. انگار خدا خواسته است که هیرو بپرد در گلو. گربه گفت هر کس برای خدا کار انجام دهد خدا همینجور براش موشای چاق و چله میفرستد. خلاصه بعدش به موشه گفت ای دوستان، چند قدمی بیاید جلوتر برای دسترسی بنده. من شما رو خیلی دوست میدارم. شما اصلا عشق منی. موشکان هم خرق شده و با این که مثل سگ میلرزیدن و در این حال این اسکولا 5 دستگاه موش تپل مپل رفتن به نزدیکی او. گربه هم نامردی نکرده و با یک حرکت بسیار آکروباتیک هر 5 دستگاه موش تپل مپل را از کار بیانداخت. 2 تا با یک چنگش، 2 تا با چنگ دیگرش و یکی هم به دندان گرفت. سپس 2 تا از موشکان که از ماتحت شانس آورده بودند خیلی سریع جوری که انگار سگ دنبالشان گذاشته بود در رفتند و خبر بردند برای ایلوتوارشان که ای موشکان، شلوار دستتونه بذارید زمین که 5 تا از کلوفتای شهر موشا و دست گربه عابد زاهد پاره شدند. موش ها هم بعد از شنیدن خبر پارگی امیر موش های دمکلفتشان شروع کردند به عزاداری کردن و به خاک سیاه نشستند و سیاه پوشیدند و همه میگفتند حالا چه خاکی به سرمون کنیم. و همگی که به خاک رفتیم نشستند در هم دیگه و هم فکر کردند، عقلای موشیشون به کار بستند، تصمیم گرفتند که پایتخت موشکان بروند و به شاه موش ها بگویند که به فریادمان براست که همگی در حال درخوردن هستیم. خلاصه یه جمعیت بزرگی با هم دیگه جمع شدند و حرکت کردند، رفتند به سمت پایتخت. به دربار که رسیدند در آنجا یک شاهی نشسته بود از موش ها بر تخت که داشت آشغالای لای دنداناش بر میکرد. 2 تا موش دیگر طلا هم داشتند بردش میزنند. سپس این جمعیتی عظیمی است که موشا به خدمت شاه آمد و عرض و تعظیم ادب کردند و گفتند ای شاهنشاه و ای سلطان و ای خار هرچی شاهنشاه و سلطان و موشا و یک گربه بی تربیتی که هر سال می اومد یکی از ما را نیش جان میکرد، حالا مسلمان شده، توبه کرده خیر سرش و حالا
505 تا از ماش فیستیک درست میکند میخورد. حالا چه خاکی به سرمون کنیم ای شاه؟ شاه هم گفت ای عزیزان دل، ای موشموشکای من، هم به دل موشموشیتون را ندید. من خوار این گربه رو خوار می نمایم و دیگر چیز نخورد. منظورم همون موشه. سپس شو دستور داد در عرض 1 هفته 300,000 موش را آماده کنند که همه از نک تا دم مسلح بودند. هنگامی که لشکری از خراسان و رشت گیلان آماده شد، یک موشی که فرمانده لشکر بود و خار وجود بودن بود گفت باید 1 نفر رو بفرستیم به شهر کرمان تا نزد گربه بی تربیت که یا بیا و پایتخت تسلیم شو یا آماده جر خوردن باش. یه موش ایلچی فرستادن به شهر کرمان تا یواش یواش به گربه حالی کنه که منم ایلچی ز شاهانو خبر آورده‌ام برای شما، از جنگ کرده شاه موشانا، یا برو پای تخت در خدمت یا که آماده باش جنگانا. گربه هم گفت شاهدت بیاد با پشمان بازی کنه، من از کرمان بیرون نمیام. اگر میخواهید بیایید به سمت کرمان تا ناخن بکنم تو چشم یکی تو. لیکن اندر خفا گربه هم لشکری از گربه های آشغالگرد و خونگی و بلگرد اینا تدارک دید. گربه های از صفاهان و یزد و کرمان و اینها که هر کدام شیر پیششان شیر دستشویی نبود آماده کرد. سپس فرمان داد گربه ها به سوی میدان جنگ از راه کوهستان رهسپار شوند. لشکر موش ها هم از راه کویر به سمت کرمان حرکت کردند. سپس هر دو سپاه در بیابان فارس به هم رسیدند. بعد از این که هر دو سپاه به هم دیگر رسیدند، بدون آن که بین آنها مذاکره صورت بگیرد، به محض این که همدیگر را دیدند مثل موش گربه به جان هم افتادند و همدیگر را جر داده و آنقدر از یکدیگر پاره نمودند که حساب کشته ها از دست نویسندگان داستان هم در رفته است. گربه گراز پیکر در آنجا حضور داشت که به قلب سپاه و لشکر موشها حمله کرد و موشک سیاه پیکر هم لشکر موشها حضور داشت که موزیانه آمد بر اسب گربه گراز پیکر را انگول نموده و گربه از اسبش سرنگون شد. در دل سپاه موشان ولوله بپاشد و طبل شادانه کوبیدند که عجب پهلوان موشی دادیم. شاه موشها که بر روی فیلی سوار بود گفت سگ مذهب بیارید تا میخواین دارش بزنیم. در حالی که لشکر گربه را دست بسته و آورده بودن خدمت شاه تا به طناب دار بیاویزند و ریغ گربه را به دستور شاه و خیال خودشان سر بکشند، گربه و لزان خودش را به موش مردگی زده بود. وقتی چشمش به شاه موشها افتاد غیرتی شده و مثل یک شیر پاستریزه طنابها را پاره کرد و بسیاری از موشکان را به 6 روش سامورایی پاره پوره نمود و همه لشکر به خود ریده و فرار کردند. شاه از یک طرف رفت و لشکر موشها از طرف دیگر گریختند. و طوری که شاعر میگوید از میان رفت فیل و فیل سوار، مخزن و تاج و تخت ایوانا. هست این قصه عجیب و غریب یادگار امید زاکانا. جان من پند گیر از این قصه که شوی در زمان شادان و غرض از موش گربه برخواندن مدعا فهم کن پیش ارجانا. خلاص جنگ به این صورت تمام شد، موشکان همه فرار کردند، پاره شدند. گربه ها با ریاکاری و دربازی همه موشکان را با خاک یکسان نمودند. در نهایت همین است دیگر. میگویند زبان صورتی شربت آلبالی بی موقع هیکل ساز میدهد بدباد. با این در اگر درمانند. بله دوستان عزیز، ریاکاری و بدموقع حرف زدن باعث می شود که انسان خودش را به باد فنا بدهد. قصه ما هم در اینجا به پایان رسید.
این هم از قصه امروزمان. امیدوارم که خوشتان آمده باشد. لایک، سابسکرایب، زنگوله و کامنت فراموشتان نشود. تا یک قصه دیگر، درود بر شما بزرگواران باد.